عید قربان باید امام نماز تیز خواند. تیز به معنایی که در اولین وقتش خواند. برخلاف عید فطر. عید فطر حرکت کند، کشال دهد، دیرتر سر کند. برای چی؟ برای اینکه تا اینکه مردم صدقه فطرشون ندادگی ها دادن به امکانیت پیدا کنند. صدقه فطرش چون که اگر ندهد تمام الکی اعضای صدقه فطر قبول نیست. فهی صدقه من الصدقات. صدقه از صدقه. این عبادت ها واقعا دین مقدس اسلام دینی بزرگ است. هر یک مسئله، هر یک احکام شریعت تقوای مؤمن را زیاد میکنه، ایمانش را زیاد میکنه. ببینید نماز عید فطر کی میشد؟ بعد آن دهه‌ای که شما اون دهها شب زنده داری کردید، در جستجوی شب قدر بودید، روزها روزدار بودید، قرائت قرآن میکردید، ذکر میکردید، صدقه و افطار میدادید به مردم، شبها نماز تهجد میخواندید، تراویح میخواندید، دعا میکردید، ذکر میکردید. وقتی که این دهه به پایان رسید، شکرانه این دهه یک عید دارد. عیدهای شریعت بعد عبادت است، بعد موسم خیر است، بعد گناه و پیش از گناه و با همراهی گناه نیست. و همون پیش از نماز یک صدقه دارد، صدقه فطر. شاد کردن دل کمبغل ها، آنها هم مانند دیگرها عید کنند. پیش از نماز عید صدقه فطر است. و عید قربان و مردم به نماز قربانی، نماز عید فطر پیش از آن که به کوچه براین خرما خورده باید براین، طبق سنت دهانشون شیرین کرده براین. برای چی؟ برای اینکه 30 روز اونها روزدار بودن، 30 روز اونها به نماز بامداد میبر آمدن یا بعد نماز بامداد به کوچه میبر آمدن، با دهانهای محکم روزه بودن. امروز روز عید است، قربان یگان شیرینی خرما خورده میبرن، عبادت است. به نماز عید فطر خرما خورده رفتن عبادت است. عکسش در عید قربان با دهان محکم به نماز میرید. تا نماز عید قربان چیزی نمیخورید. و اگر امام ساعتی 10 عید خواند، صحبت دراز کند، کشالتی اد، اونا تا میبیان 11 میشه، تا گوسفند میکشن 12 میشه، تا وای میپزد 1 میشه، این مردم گرسنه میمونند. اما نماز عید قربان امام باید در اولی وقتش و کوتاه‌تر تمام کند، خطبه‌ش هم کوتاه باشد، تا اینکه مردم رفته قربانی کنند و از همون قربانیشون تناول کنند، قربانی که دهان کشایند. بنابراین نماز عید قربان مستحب است که در اولی وقتش خوانده شود و مردم تیز جواب داده شود تا اینکه رفته قربانی کنند.